در این قسمت از کنسول همونطور که ملاحظه میکنیم ما یک سری دکمه هایی رو داریم که این دکمه ها یک صفحه نمایشگر هم در حقیقت هست که این دکمه های انتخاب اون کانال مورد نظر هست. به عبارت دیگه از طریق این دکمه ها هست که من میتونم کانال های مورد نظرم رو انتخاب بکنم. به این صورت کافیه که این دکمه ها رو فشار بدم و اون کانال مورد نظر من انتخاب شده. معنا و مفهومش اینه که وقتی من کانال شماره 1 یا مایک 1 رو انتخاب میکنم، در نتیجه چنل استریپ هم روی این صفحه مربوط میشه به کانال 1 هم. در نتیجه هر تغییری رو که من روی چنل استریپ هم اعمال بکنم، اما از گین یا اینکه لو کات یا های کات فیلتر یا اینکه مثلا فرض بکنین کمپرسور هم روی سری تغییراتی بدم یا گیت رو تغییراتی روش اعمال بکنم و یا حتی اکولایزر رو تغییراتی روش بدم، اینها همه تغییراتیه که برای کانال شماره 1 من داره لحاظ میشه. در نتیجه اگر من بخوام همین تغییرات رو برای کانال شماره 2 مجددا اعمال بکنم، کافیه که دکمه انتخاب کانال شماره 2 رو فشار بدم. در نتیجه اون کانال و اون چنل استریپ من، همونطور که روی صفحه نمایشگر میتونین ملاحظه بکنین، مختص به چنل شماره 2 میشه. در نتیجه همیشه و همواره برای اعمال هر گونه تنظیم بر روی کانال‌های ورودی و یا خروجی ما لازم هستش که دکمه انتخاب یا سلکت مربوط به اون کانال رو فشار بدیم و اون کانالی هستش که هر گونه تغییراتی رو که ما میخوایم روش اعمال بکنیم رو میتونیم از طریق چنل استریپمون در کنار صفحه نمایشگر روی اون انجام بدیم. پس همواره به خاطر داشته باشید که مهم نیستش که در طول اجرای برنامه در کدوم لیر یا پیج یا چنل هستید. کافیه که برای استفاده از کنترل های مربوط به اون چنل مورد نظر اون چنل رو انتخاب بکنید. در قسمت زیر دکمه های انتخاب مربوط به هر کانال ما میتر مربوط به اون کانال رو داریم که یک سری LED هایی هست که میزان شدت و ضعف سیگنال ورودی ما رو داره نشون میده که این LED هست که به صورت پری عمل میکنه، یعنی تنها گین ورودی من روی شدت و ضعف این سیگنال در حقیقت ورودی تاثیر میذاره. الان فرض بکنید که یک سیگنالی رو من اینجا دارم، شدت و ضعف در حقیقت این سیگنال رو من میتونم تقویت و یا کاهش بدم همونطور که میبینید. در نتیجه میتر من به عبارتی شدت و ضعف سیگنال ورودی من که توسط دیجیتال تریم و گین من داره تقویت و تضعیف میشه رو به من نشون میده. یعنی اگر من فیدر مربوط به اون کانال رو بالا ببرم، این میتر نشون دهنده میزان تاثیرگذاری فیدر نیست، بلکه به عبارت ساده تر میتر من میتر پری هست اینجا. پس همیشه دوستان دقت بکنن که نگاهشون برای اندازه‌گیری میزان شدت و یا ضعف سیگنال ورودی بر روی میتر همواره باید با تفکر پری بودن این میتر باشه. در کنار این میتر دو دکمه قرمز رنگ و زرد رنگ وجود داره. دکمه قرمز رنگ همون دکمه میوت هست، یعنی با روشن شدن این دکمه در حقیقت من کانال ورودیم رو دارم خاموش میکنم و میوت میکنم. فرض بکنین که الان من سیگنالی دارم، فیدرم توی یک وضعیتی هست، مثلا توی وضعیت 0 dB قرار داره، اما وقتی این دکمه روشنه هیچ صدایی یا سیگنالی به عبارتی نمیتونه از ورودی من به خروجیم انتقال پیدا بکنه. مثلا فرض بکنید الان وقتی من این رو روت میکنم سیگنالم رو روی مستر، همونطور که میبینین الان سیگنال من روی مستر هست،
به محض اینکه من دکمه میوت رو بزنم سیگنالم خاموش میشه. دکمه بعدی دکمه سولو هست. سولو در حقیقت کارش میتونه هم به صورت AFL عمل بکنه هم به صورت PFL. یعنی همین که بر اساس یه سری تنظیماتی که شما انجام میدین توی قسمت مانیتورینگ شنیداری خودتون میتونه این سیگنال قبل از فیدر شما توی هدفونتون شنیده بشه یا اینکه بعد از فیدر شما توی هدفونتون شنیده بشه که بر اساس اون تنظیمات وقتی اون تنظیمات انجام میشه به محض اینکه شما دکمه سولو رو میزنید در حقیقت همونطور که میبینین میتر مربوط به مانیتور من روشن میشه و اگر هدفونی رو وصل کرده باشم به سیستم یا اینکه فرض بکنید یک بلندگوی اکتیوی کنار من باشه وقتی که من دکمه سولو رو میزنم حالا با تنظیم پری یا PFL بودن این سیگنال من میتونم سیگنال مربوط به کانال یکم رو توی این بلندگوی اکتیو یا در هدفونم بشنوم. قسمت بعدی این قسمت هست که ما در حقیقت 4 تا دکمه داریم که این 4 دکمه تو قسمت‌های مختلف در صفحه نمایشگر میتونه ما رو راهبری بکنه. یعنی این 2 تا فلشی که رو به بالا و پایین هست میتونه به ما کمک بکنه که در قسمت‌های مختلف صفحه نمایشگرمون به صورت عمودی حرکت بکنیم و این 2 تا دکمه‌ای که 2 تا فلشی که این قسمت قرار داره میتونه به ما کمک بکنه که به صورت افقی از چپ به راست یا راست به چپ روی صفحه نمایشگرمون حرکت بکنیم. به عبارت دیگه مثلا فرض بکنین یک راه انتخاب کانال شماره 1 از طریق همون کلید سلکت یا انتخاب مربوط به اون کانال هست. حالا یک راه دیگهش مثلا فرض بکنیم من روی کانال 8 هستم میتونه از این طریق انجام بشه. پس این کروسورها در حقیقت به من کمک میکنن که بتونم در جهات مختلف برای قسمت‌های مختلف روی صفحه نمایشگرم حرکت بکنم. اما این قسمت چنل فیدر هست. در این قسمت همونطور که میبینین ما یه دکمه رو داریم به اسم اینپوت و یه دکمه رو داریم به اسم آوتپوت. زمانی که دکمه اینپوت من روشن هست یعنی این فیدرهایی که در این قسمت من دارم این 8 تا فیدرهای ورودی من هستن. وقتی که این دکمه رو میزنم این فیدرها تبدیل میشن به فیدرهای خروجی من. یعنی تمام خروجی هایی که من روی این سیستم دارم از جمله آگزیلری های 1 تا 16 ماتریکس 1 تا 8 و خروجی های مستر لفت، رایت و مونوم میتونه روی این باشه که اسامیش رو هم میتونین روی دکمه های سلکت و همینطور روی صفحه نمایشگر ببینین که وقتی من این رو انتخاب بکنم الان این در حقیقت فیدر مستر آگزیلری 1 من هست و این فیدر مستر آگزیلری 2 به ترتیب و این میتونه 8 تا 8 تا تغییر بکنه. با این 2 تا دکمه هایی که کنارش هست با این کروسرها من میتونم برم به فیدر مربوط به آگزیلری شماره 9 تا 16 در قسمت آوتپوت، ماتریکس 1 تا 8 و در نهایت مسترهای لفت، رایت و مونو. این دکمه دوباره من رو در حقیقت برمیگردونه به اون قسمتی که بودم. یعنی اگر من فرض بکنین توی این قسمت هستم وقتی الاین بکنم یک پیج من رو برمیگردونه عقب‌تر. این دکمه اکستند هست. وقتی که من دکمه اکستند رو بزنم فرقی نمیکنه. اگر روی حالت آوتپوت باشم تمامی فیدرهایی که روی صفحه دارم یعنی این 16 تا فیدری که اینجاست همه تبدیل میشه به فیدرهای آوتپوت من و وقتی این رو خاموش بکنم دوباره اون تقسیم بندی به وجود میاد به صورت اولیه. حالا اگه مثلا فرض بکنید الان من روی فیدر در حقیقت چنل آوتپوت هستم این قسمت آوتپوت های من هست. حالا اگه بیام روی اینپوت این 8 تا فیدر اینپوت منه و وقتی که اکستند میکنم تمامی این 16 تا فیدر من تبدیل به فیدرهای اینپوت هم میشن.
این یک راهیه برای دوستانی که دوست دارن که تعداد بیشتری از فیدرهای ورودی یا فیدرهای خروجیشون زیر دستشون باشه. اگر شما مایل هستین که بیشتر از 8 تا فیدر ورودی و یا خروجی زیر دستتون باشه برای تنظیم، میتونید از قابلیت اکستند کردن استفاده بکنید.